داخل ویدیو قصد داریم که وضعیت بلوچستان تا زمان حمله اعراب و بعد آیی همچنین جنگ‌هایی که داخل این منطقه صورت گرفته به صورت خلاصه توضیح بدهیم. عدم پرداخت مالیات به اعراب، عدم توان 4 خلیفه اول بر فتح کامل بلوچستان و اتحاد قبایل بلوچ برای دفاع از وطن. قبل از اینکه ویدیو شروع بکنه، توصیه من به شما این که توجه داشته باشید که تمام مواردی که داخل این ویدیو مطرح بیان نظرات شخصی ما نه هم، بلکه موارد مختلفی منابع مختلف تاریخیه که ما فقط این منابع جمع آوری کرده تا داخل این ویدیو به شما توضیح بدهیم. همچنین قصد هیچ گونه توهین به هیچ عقیده و یا هیچ نظر خاصی نداره. در سال 24 هجری قمری، یعنی زمانی که حضرت عمر ابن خطاب دو فرمانده به نامهای سهیل ابن عدی و عبدالله ابن عتبان برای تصرف بلوچستان و کرمان به این منطقه اعزام کرده، اکثر کرمانیان و بلوچا دادن جزیه یا مالیات قبول کنه و گروه اندکی هم مسلمان باید. واقع در رابطه با حمله سپاه اسلام تا زمان بهتره که من این توضیح بدم که سپاه اسلام به هر منطقه‌ای که حمله کنه اینه به آیان حق انتخاب داده که یا مالیات بپردازن و یا مسلمان ببین. در هر دو صورت ارتش اسلام که امور داخلی یا منطقه دخالت خاصی نکنده و صرفا دنبال نشر و گسترش اسلام بوده تا حدی. خب قبایلی از جمله قبایل بلوچ و سایر قبایل که تعصب و غیرت زیادی داشته طبیعتا مخالفت ها و مقاومت هایی در برابر این امر انجامش داده. داخل زمان حضرت عمر در واقع بلوچستان به تصرف هیچ لشکری در نیامد، بلکه بلوچان اکثرا مسلمان هم نبین ولی دادن مالیات قبول کنه که به حکومت اسلام مالیات بده. بعدشی که لشکر اسلام چه منطقه بلوچستان روتین، بلوچان متاسفانه به قرار وطن پایبند نبین و هیچ مالیاتی به لشکر اعراب پرداخت نکنه. به همین خاطر اینکه روایت بوده خلیفه سوم حضرت عثمان به پسر خاله و عبدالله ابن عامر فرمان داده که یه نفر یه دیم بدن به منطقه بلوچستان و مرز سند تا در رابطه با این منطقه اطلاعات جمع کرده. فرد زمانی که به نزد خلیفه برگردی یه ترکو توضیح داده که آب سرزمین کمه، آی خورما ورق بوده و آی دوزان هم دلیره. اگر لشکر اندکی بودن دیم بدن شکست و اگر آن لشکر زیاد هم ببیدن چه گشنگی تلف. شرایط منطقه و همچنین شرایط خلیفه آن زمان باعث بیدن که نهایتا خلیفه اقدامی برای حمله انجام ندهند. اما زمان خلافت خلیفه چهارم حضرت علی ابن ابی طالب اواخر سال 38 و اوایل سال 39 هجری قمری، حارث ابن مره عبدی به فرمان علی به منطقه مکران و بلوچستان لشکر کشی کرد و طی جنگ غنیمت زیاد و برده بیشمار به دست یاریده، طوری که طبق بعضی منابع، حالا نتونم بشه کاملا مطمئن ولی خب داخل بعضی منابع عنوان بوده که حارث تنها داخل یه روز 1000 برده میان لشکریان و تقسیم کرده. اما خب تا این تاریخ هم بلوچستان به تصرف اعراب در نیه و قصد اعراب این حمله انتقام عدم پرداخت مالیات بلوچان بوده و اشی که یه غنایم باید جمع بکنه. بعدن حارث هم تا سال 42 هجری قمری، یعنی 3 سال بعد آن جنگ، داخل سرزمین کلات و نزدیک منطقه سند داخل جنگ کشک میده. معلوم نه اینکه حارث به دست چه کسی کشک میده، اما خب حارث به دست مردمان همین منطقه نهایتا کشک میده.
مورخان و جهانگردان و همچنین فاتحانی که به بلوچستان و ایران سفرش برده همیشه داخل سفرنامه ها و کتبی که داشته بلوچستان سرزمین دور افتاده و خطرناک دانده و همیشه چه مردم این ناحیه ترس داشته. با جایی که سنان ابن سلمه حکمران عرب و والی عراق زمانی که به آیی ابلاغ بیدن که چه طریق بلوچستان به محل جدید حکومت باید بروده به صادر کننده دستور پاسخ دهن که تو راه مکرانه به من پیش داره، دستور ده که من چه طریق این راه حرکت بکنم و به سمت مقصد باید برم. اما بین این دستوری که تو من داده تا اجرای آیی فرسنگ ها تفاوت وجود داری و من هیچ موقع به داخل این سرزمین وارد نمیم. نهایتاً سنان ابن سلمه به دستور معاویه خلیفه پنجم به مکران رودیم تا این منطقه فتح بده. سنان آدم زیرکیه و با توجه به اطلاعاتی که در مورد مکران داشت قبل از این که این دستور خلیفه قبول بکنه درخواست نیرو و آذوقه زیاد کرد، چرا که زیزان داخل این منطقه آذوقه بسیار کمه و اگه آقای باید نیرو و سرباز زیادی به این منطقه وارد ببی قطعا چه گشنگی تلف میان و اهمیت آذوقه به صورت خلیفه هم در واقع تمام و خواسته های آیه برآورده کنده و همچنین وعده دادن که نیرو و آذوقه گشتری هم چه ایالت کرمان به آیه بدهند. سنان هم همراه با نیروهای به سوی مکران حرکت کرد. زمانی که به نزدیکی های مکران رسید برخی از سپاهیان آیه به دلیل خشک بودن و ناهمواری این سرزمین و همچنین جنگجویی بلوچ ها که داخل آن منطقه معروف بودن به شجاعت شروع به بهانه تراشی کنن و در واقع سعی کنن که سنان چه حمله منصرف بکنه. اما خب آیی تمام آیان جمع کرد و طبق بعضی روایات حتی آیان سوگند طلاق دن که داخل میدان جنگ فرار مکنن و در هر شرایطی استقامت بکنن. اگه این سوگند طلاق راست ببیده و این منبع ما به صورت دقیق و معتبر قبول بکنه در واقع اولین باریه که فرمانده در طول تاریخ و تی سپاهیان قسم دن که چه میدان جنگ مجه قسم دن که چه میدان جنگ مجه. بلوچ ها داخل این جنگ با اینکه نیروی منسجمی نداشتن ولی خب هر کدام چه قبایل به صورت گروهی فقط نیرو و لشکر داشتن و زمانی که لشکر بزرگ مسلمان ها اطلاع پیدا کنه به خاطر تعصب و غیرتی که داشتن و هم دیگه متحد بیان و تصمیم گرفتن که تا پای جان مقاومت بکنن و تسلیم اعراب نبین. بلوچان به صورت چریکی حمله وقت شروع کنه و چه بالای کوه ها و کمینگاه های مختلف مسلمانان مورد هدف قرار دهند. اما خب در نهایت به 3 دلیل عمده شکست داره. یکیش این که بلوچ‌ها فرمانده واحدی نداشتن و هماهنگی بین نیروهای آنها وجود نداشته. همچنین کم بوده آذوقه داخل منطقه شایع بوده در صورتی که مسلمانان همیشه آذوقه کافی داشته. دلیل سوم هم خیانت بعضی از سران بلوچه. در واقع اعلام شما گوشین که بعضی از بلوچان علیه مسلمانان وارد جنگ بوده، اما خب ما قسمتی بلوچان داریم که به اسلام ایمانش یورته و الان مسلمانه. طبیعتا این بلوچان به لشکر مسلمانان کمک کنه. بعد از سنان در واقع هنگامی که حجاج بن یوسف والی عراق بیده آیی چند نفر دوباره به منطقه مکران دیم دهنده، از جمله سید ابن اسلم و بعد سید مجاهد ابن صقر تمیمی. هر دوی افراد داخل این منطقه جنگ هایی کنه، اما نهایتا
بعد از مدتی داخل منطقه کوچک باید. شاد گوید بوگشتی که علیرغم مقاومت زیاد بلوچ‌ها و شورش‌های متوالی که داشتگه پچی اصرار بوده که حتما این منطقه به تصرف در بیاده. به هر حال این منطقه خیلی غنیمت زیادی نداشته و شاید دلیل خاصی به شما مگندین که این همه تلاش برای تصرف این منطقه انجام بده. اما خب دلیل اصلی تمام این تلاش ایشی بوده که هندوستان که سرزمین ثروتمند بوده طریق منطقه مکران قابل دسترسی بوده و اگر کسی لوته که به سمت هندوستان